آماده ای که آزادی بی حد و مرز دنیای دوچرخ رو با BMW موتوراد ویژن تجربه کنی؟ یه موتورسیکلت رو تصور کن که فراتر از فقط یه حمل و نقل معمولی باشه. یه نگاه به آینده بنداز، جایی که هیجان با هوشمندی ترکیب میشه. BMW موتوراد ویژن رو ببین. واقعاً یه شاهکار طراحی و مهندسیه. فریم مشکی رنگ مثلثی شکل که با لوگوی آبی و سفید معروفش مزین شده، وقار و شکوه رو به رخ میکشه. با یه حرکت ساده میتونی همه چیز رو شخصی سازی کنی. از موسیقی که تو مسیر گوش میدی تا حتی اینکه اصلاً با چه حالتی میخوای برونی. سوار ماشین زمان شو و با آینده موتورسواری سفر کن. جایی که موتورسیکلت شما دیگه فقط یه وسیله نقلیه نیست، بلکه یه همدمه. یه موتور رو تصور کن که چهرت رو تشخیص بده، به حرکاتت واکنش نشون بده و حتی خودش رو پارک کنه. باحاله نه؟ با یاماها موتوروید آشنا شو. یه موتور مفهومی که با هوش مصنوعی، تکنولوژی خودتعادلی و بازخورد لمسی مرزهای بین انسان و ماشین رو محو میکنه. این موتور فراتر از یه وسیله نقلیه است، یه موجود زنده است. تصور کن کنار یه همدم دوستانه سوار بشی که نه تنها دنبالت میاد، بلکه راحت باهات ارتباط برقرار میکنه. آماده شو با یاماها موتوروید وارد دنیای جدیدی از تعامل و نوآوری بشی. یه نگاهی به آینده از موتورسواری که هم هیجان انگیزه و هم انقلابی. تا حالا آرزو کردی موتورسیکلتی سوار بشی که بیشتر از یه ماشین ساده باشه؟ یه هیولای سه چرخ رو تصور کن که با هر خواسته و علاقه‌ای که داری خودش رو تطبیق بده. انگار یه فیلم علمی تخیلیه، اینطور نیست؟ خب با کانسپت جی کاوازاکی آشنا شو، جایی که فانتزی به واقعیت تبدیل میشه. یه لحظه تصور کن تو خیابونای شهر با آرامش داری حرکت میکنی و بعدش یهو تو حالت اسپورت به یه دیو سرعت تبدیل میشی. این یعنی چند کاره بودن واقعی. ولی همه چی فقط ظاهرش نیست. این موتورسیکلت پر از نوآوریه. با طراحی فوق پیشرفتش که شامل بازوهای چرخ جلوی منحصر به فرد و یه موتور برقی برای گشتاور آنی میشه، این موتور دیگه با موتورسیکلت‌های قدیمی خیلی فرق داره. هوندا رایدینگ اسیست، انقلابی در دنیای موتورسواری. این تکنولوژی قرار دنیای موتورسیکلت رو زیر و رو کنه. یه موتور رو تصور کن که نه تنها تو سرعت‌های پایین نگهت می‌داره، بلکه دنبال تک تک حرکاتت میاد و اطلاعات مهم رو مستقیم رو شیشه جلو نشون میده. انگار از یه فیلم علمی تخیلی بیرون اومده، اینطور نیست؟ اما دوباره فکر کن، تکنولوژی پیشگام هوندا فقط برای امنیت نیست، بلکه برای ایجاد یه پیوند ناگسستنی بین راکب و موتور ساخته شده. پس خودتو برای یه سواری تو آینده با هوندا رایدینگ اسیست آماده کن. خودتو برای سفر تو زمان و تکنولوژی آماده کن، چون داریم از شاهکار جدید فولر موتور رونمایی میکنیم. این تیم آمریکایی به خاطر ترکیب جسورانه‌شون از گذشته و آینده معروفه و جدیدترین پروژهشون هم از این قاعده مستثنا نیست. یه موتورسیکلت رو تصور کن که ادای احترام میکنه به شکوه و ظرافت موتورهای 1929، اما همزمان از پیشرفته ترین تکنولوژی های امروزی بهره میبره. چطور تونستن همچین کاری بکنن؟ یه رازش چاپ سه‌بعدی قطعات تیتانیومی و یه جرقه جادویی برقی از موتورسیکلت زیرو FXS هست. آماده باش تا تلفیق تاریخ، هنر و نوآوری رو به صورت زنده ببینی. با موتورسیکلت برقی جو هامر J1 وارد دنیای نوآوری الهام بخش بشید. این موتورسیکلت یک ترکیب فوق‌العاده از هنر و مهندسیه که کل مفهوم موتورسواری رو زیر و رو میکنه. طراحی غیر معمولش فراتر از حد عادیه و با ترکیب بی‌نظیر تکنولوژی پیشرفته و ظاهری خیره کننده توجه همه رو به خودش جلب میکنه. با جو هامر J1 قلمرو موتورسواری گسترده‌تر میشه
و وارد فاز جدیدی میشه. یاماها نیکن رو بهت معرفی میکنم. یه موتورسیکلت که با طراحی چند چرخه انقلابی از جمله دوچرخ جلو بازی رو تو دنیای موتورسیکلت ها عوض کرده. نیکن با ثبات و هندلینگ بی‌نظیرش مثل هیچ موتورسیکلتی که تا حالا سوار شدی عمل نمیکنه. آماده شو که با یاماها نیکن تجربه موتورسواری رو به یه سطح جدیدی ارتقا بدی. موتورسیکلت برقی زک او. برای کسایی که به دنبال تجمل عملکرد بالا هستن، زک او به عنوان اوج تجملات برقی ظهور میکنه. تصور کن که سوار این شاهکار دوستدار محیط زیست هستی. هیجان سواری رو حس میکنی که درش سبک و پایداری به طور کامل با هم ترکیب شدن. BMW موتوراد کانسپت لینک. یه موتورسیکلت رو تصور کن که نه فقط یه وسیله نقلیه است، بلکه یه نگاهی به آینده حمل و نقل شهری به حساب میاد. با BMW موتوراد کانسپت لینک آشنا شو. یه موتورسواری انقلابی که با الهام از BMW موتوراد ویژن نکستاد ساخته شده. این موتور که از آلومینیوم و فیبر کربن ساخته شده فقط خوشگل نیست، بلکه یه رابط کاربری هوشمند داره که تمام نیازات رو پیش بینی میکنه و اطلاعات رو روی شیشه جلو و صندلی عقب و یا حتی توی هوا نشون میده. آماده ای که با جدیدترین شاهکار BMW سوار بر ناشناخته‌های شهری بشی؟ موتورسیکلت برقی ورج TS. عاشق گشت و گذار تو طبیعت وحشی هستی؟ ورج TS همراه ایدئال توئه. این موتور برقی مخصوص ماجراجویی‌های آفرود ساخته شده. طراحی مستحکم و موتور برقی قدرتمندش باعث میشه هر مسیر سختی رو به راحتی و بدون هیچ آلودگی فتح کنی. با ورج TS هر جا که بری فقط رد لاستیکت رو جا میذاری و با خیال راحت میتونی به دل ناشناخته ها بزنی. اجازه بدید معرفی کنم. AM201 شاهکاری در دنیای موتورسیکلت که از همکاری استون مارتین و راف ساپوریر به وجود اومده. این موتور برای اولین بار تو نمایشگاه موتورسیکلت نیک مولان 2019 رونمایی شد و فقط 100 تا ازش ساخته شده. بدنه این موتور از تیتانیوم و آلومینیومه و وزنش حدود 180 کیلوگرمه. موتورش هم یه موتور توربوشارژر با حجم 61 اینچ مکعب هستش که 180 اسب بخار قدرت تولید میکنه و به یک گیربکس 6 سرعته وصل میشه. طراحی این موتور از ماشین‌های استون مارتین الهام گرفته شده و باله‌هایی شبیه به ماشین‌های هیبریدی والکری و والهالا داره. نکته جالبش هم اینه که بعضی از قسمت‌های فیبر کربنی رنگ نشده باقی مونده. خب این زیبایی خاص یه قیمت نجومی هم داره، حدود $118,000. گوردون تیم مکس 530 ترایک با طراحی مستحکمی که قدرت موتور رو به رخ میکشه ساخته شده. شاسی سبک این موتور به شما امکان میده تا حداکثر گشت‌آور رو تجربه کنید. همچنین موقعیت راحت برای رانندگی باعث میشه سواری هم راحت و هم اسپورت باشه. موتور در مرکز اون قرار گرفته. پایداری فوق‌العاده‌ای داره و عملکرد عالی در هر دو حالت اسپورت و شهری رو تضمین میکنه. با حفظ سبک اصلی تیم مکس 530 این مدل از نظر آیرودینامیک هم بهینه‌سازی شده و حالا با اسم گوردون شناخته میشه. گوردون تیم مکس ترایک لحظات هیجان انگیز و پرشوری رو برای شما رقم میزنه و دعوتتون میکنه به دنیای جدید و پر از جذابیت. نایت شادو میدن یه موتورسیکلت هستش که به کمپانی معروف جگوار ادای احترام میکنه. طراحی موتورسیکلت توسط طراح بارون هویر انجام شده و تیم طراحی ماساو اون رو به واقعیت تبدیل کرده. این موتور با الهام از علاقه طراح به گربه‌ها ساخته شده. با این حال با وجود حالت غیر معمول قرارگیری راکب که شبیه نشستن روی یه جگوار بزرگ هستش، باز هم با ظاهری خاص و خیره کننده‌اش جلب توجه میکنه.
موتورسیکلت چاک بکس V12 یه چیز دیگه است. این موتور بین موتورسیکلت‌های سفارشی یه چیز جداست. یه موتور لامبورگینی آساتا 512 داره و رادیاتورهای گیربکس فولکس واگن تایپ 3 هم پشتش جا داده. یه نابغه خلاق یه لامبورگینی سوخته رو تبدیل به یه هیولای دوپا کرده و یه شاهکار مهندسی و خلاقانه خلق کرده. شاسی موتور خیلی بلند و پهنه تا بتونه موتور B12 غول‌پیکر رو تو خودش جا بده. چراغ‌ها، صندلی‌ها و اگزوزهای این موتور هم سفارشی هستن و یه ظاهر منحصر به فرد بهش میدن. هر موتور سواری با شنیدن صدای قررش این موتور و دیدن سرعت 225 کیلومتر در ساعتش عاشقش میشه. فقط آدمای جسور و ماجراجو که دنبال هیجان لامبورگینی روی دوچرخ هستن باید سراغ موتورسیکلت‌های V12 چاک بکس برن. با اینکه این موتور خیلی خاص و ارزشمنده ولی قیمتش تو بازار حدود $200,000. خب بریم سراغ یه وسیله نقلیه خفن دیگه، موتور تکچرخ. همونطور که از اسمش پیداست این وسیله یه چرخ بیشتر نداره و تقریبا شبیه دوچرخه است ولی با یه چرخ کمتر. این موتور تکچرخ‌ها خیلی هیجان انگیز هستن و سواری باهاشون نسبت به دوچرخه‌های معمولی چالش بیشتری داره چون به مهارت و تعادل بیشتری نیاز هست. واسه همین کسایی که دنبال آدرنالین هستن عاشقش میشن. این موتورها یه تایر پهن گنده دارن که بهشون ثبات و چسبندگی خوبی میده. بعضیاشون هم یه سیستم ژیروسکوپی دارن که کمک میکنه موتور سر پا بمونه. این موتورها دو نوع هستن، یکی باتری خور و یکی هم با نیروی انسان کار میکنه. به مدل باتری خوره مونوویل هم میگن. موتور تکچرخ‌ها رو میشه واسه کارهای مختلفی استفاده کرد، از جمله مسابقات، رفت آمد شهری و تفریح. حتی تو ورزش‌های هیجانی مثل کوهنوردی با دوچرخه و BMX هم دارن محبوب میشن. پس اگه دنبال یه وسیله نقلیه باحال و هیجان انگیز میگردی، موتور تکچرخ میتونه گزینه خوبی باشه. فقط یادت باشه که سواری باهاش نیاز به تمرین و مهارت داره. پس با احتیاط شروع کن.